انک لفی ضلالک القدیم، یقینا تو در محبت، یک مانا در محبت قدیمی هم کنیت هستی. یوسف کجاست؟ تو کارش کجاست؟ تو پشت بوی از او میگردی. عجیب است. عمرت در کجا رسید؟ یوسف رفت او تو باز میگی بویش میابم. دیگه همون محبت قدیمی است که آلیات کرده رویستی. یک مانا است. دوم مانا قالو گفتن تالله، قسم به الله، اینک تو لفی ضلالک، دمو فکر غلط، خیال غلطی توستی، القدیم که سابق داشتی، خیال غلط. عجیب است محبت با یوسف، بوی یوسف. فلما جاء البشیر، هرگاه که آمد شیرینی خور، سیبنچی خور برش میگه، بشارت دهنده آمد، القاه انداخت، امی چی مطابق فرموده و دستور یوسف علیه السلام، امی پیراهن انداخت، علی وجهی، بالای روی یعقوب علیه السلام، فرتد بصیرا، باز گردید یعقوب علیه السلام، بصیرا، چشمایش روشن بالکل میدید. قال الم اقل لكم، آلی دیگه یعقوب علیه السلام به ما حول خود میگه نگفته بودم شما را اینی اعلم، که ما عالم هستم، من الله، از جانب الله، ما او چیزی را لا تعلمون که شما نمیدانستی. چرا؟ به خاطری که من از رحمت الله قطعا مایوس نبودم، اتکای ما سر اسباب ظاهری نمی باشه، بلی در عالم اسباب ظاهر دیگه یاد یوسف علیه السلام هم نمیشود. اما ما هیچ وقت اتکا به اسباب ظاهری نداریم، تمام امور در اختیاری کیست؟ الله متعال. و اوستکی اتمن حالات عاجزی ما را الله میبینه، لیکن اینی قدر حالت غم که تیر کردیم بنابر حکمتش بود. ما از جانب الله متعال علم هستیم. ایرا میگه معجزه، به طریق معجزه امو چشمایش که از غم سفید شده بود یک دم چی شد؟ روشن شد. آیا یعقوب علیه السلام شیرینی داد یا نداد؟ حالات ناگوار بود، فقر خیلی زیاد بود و از او خاطر شیرینی نشده، یا شده باشه قرآن ذکر نکرده، اما در وقت خوشی شیرینی دادن این ثابت است. کعب ابن مالک رضی الله عنه گفت که دیگه چیز نبود، کالای جان خود کشیدم و به شیرینی خور داد. عمر رضی الله عنه زمانی که قرآن ختم کرده بود یک شتر ذبح کرد، شتر ذبح کرد، قرآن مکمل یاد کرده بود، به سر مردم خوران، به خاطر شکرگزاری چی؟ نعمت بزرگ الله متعال مطابق واسه. اما این عادت نبوده که را رواج جور کنه. حجاج کرامی که پس میه اگر به خاطر شکرگزاری بگیره برای دوستای خود پروا نداره اگر کم باشه، اما آلی چی شده؟ مبدل به عادات شده، رواج شده، از او خاطر این نادرست میباشه. اینجا برای کسی که سیبنچی میخوره بالکل بعد چیزی داده شوه، این درست است. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اینا برادرها حالت مشاهده کرد، دیدن آری اصرار سرزی نداره، قاش ترش نگرفته، نه درک کردن، پس اعتراف میکنم. گفتن ای پدری ما استغفر لنا، بخشش کو برای ما ذنوبنا، گناهای ما را. اینا به خاطری که چقدر گناهای زیاد از ما صادر شد، سببی غم و رنج تو شد، جدایی یوسف علیه السلام سببی رنج تو شده، اینا کلش به دست ما شده. اینا از تو نمیگه که امی اولادی یعقوب علیه السلام دستا را بالا بکنه که یا الله بروی یعقوب علیه السلام یا بروی ابراهیم علیه السلام که خیلی پیغمبری برگزیده بود، یا بروی بچهش اسحاق علیه السلام که بابای ما بود. اینطور نمیگه، بلکه طلب دعا میکنه، وسیله به طلب دعا از زنده میشه. نمیشه که تو خود یزوره، حق یزوره، توفیل یزوره، برکت یزوره، تو چی بکنی؟ بگی وسیله بکنی. خودی کتب احناف پر است از این مسئله که به حق فلان سوال مکروه تحریمی است. اما این مردم وقتی که موضوعات میاد باز میره کتابای امام شافعی رحمه الله را میاره، میگه دیگه ثابت است. میلاد از کجا ثابت میکنه این دوڑی خورا؟ این دوڑی خورا خو یا منهجتان معلوم کنید، در یک خط روان باشید، مرد است جواب بگوید. خو نمیتونی، گوی دو طرف دست میندازی، گوی دو طرف. چرا دست میندازی؟ کتاب الله و سنت رسول الله را محکم بگیری. و همین توصیه امام ابو حنیفه رحمه الله، همین توصیه امام شافعی رحمه الله، همین توصیه امام مالک رحمه الله، همین توصیه احمد بن حنبل رحمه الله. سبحان الله قسم دیگه دین نیست، همین دین است. نکنی تعصب، نکنی پرداری، نکنی پرداری، از حق بکنی، تابع دلیل شوی، تابع اشخاص نه. دینی نمیسته. یا ابانا استغفر لنا، بخشش طلب کو برای ما، ذنوبنا، در مورد گناه ما، انا كنا خاطئین. به یوسف علیه السلام هم اعتراف کرد که ما خطا بودیم. به پدرم میگه ما خطا بودیم. به محض یک اعتراف همه گپا مبدل، صحنه مبدل میشه. صحنه که غضب است، غصه است، قهر است، کلش مبدل میشه به محبت. بله بخشش طلب میکنه.
یک کسی از خطای خود اعتراف میکنه بالکل انسان باید بپذیره. الله متعال صفتش همیسته که کسی گناه میکنه وقتی خطای خود اعتراف میکنه الله بخشش میکنه. ما تو چیستیم؟ این درس است برای ما در زندگی، در خاندان، در خانواده. امچو فراز و نشیب، امچو سختی و سختی، امچو گپای ناگوار پیش میشه، اما انسان چی بکنه؟ نه 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 نمیپذیرم. نه، زمان یک کسی به جرم خود اعتراف میکنه بالکل گپ خلاص است. قال سوف استغفر لكم ربی، یعقوب علیه السلام گفت زود است که من براتان مغفرت طلب بکنم ربی از پروردگار خود. پیری پنجاب نیست که بگه بخشش کردم تا نه، میگه از الله بخشش میخواد. مفسرین نوشته میکنه چرا تاخیر کرد یعقوب علیه السلام؟ یک تعداد میگه چون که اینجا حق اول از یوسف علیه السلام بود. یعقوب علیه السلام تالی را خبر نداره که یوسف علیه السلام حق خدا معاف کرده یا نکرده، از او سوال کنه بعد از او بر از یا مغفرت طلب بکنه. لیکن این گپ ضعیف است. چرا که یوسف علیه السلام پیراهن روان کرد، معلوم شد که یوسف علیه السلام برادرها را چی کرده؟ تکریم کرده، تعظیم کرده. نه، یعقوب علیه السلام تلاش کرد، آلی برش دعا نکرد، گفت موقع اجابت دعا را آلی طلب میکنم. موقع اجابت دعا در شب بود، در آخر حصه شب، در سیوم حصه شب، زمانی که تهجد خوانده میشه، زمانی که الله متعال امور رقم که لایق شانش است که نزول میکنه و از بندگان خود میخواه. کیست که از ما میخواه؟ نمیتونیم ما که از الله متعال سوال بکنیم شب بخیزیم یک حصه از زندگی خود در دمین مناجات، دمین دعای الله تیر بکنیم. مشکل داری، حاجت داری، الله متعال پوره میکنه. انه هو الغفور الرحیم. یعقوب علیه السلام میگه یقینا الله متعال خیلی مهربان ذات است که هر نوع جنایتکارا را معاف میکنه. الرحیم و رحم کننده است که توفیق توبه را نصیب میکنه. و بچهای امام نصیب کرده. یعقوب علیه السلام میگه فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه. یوسف علیه السلام فرمان داده بود که بیاید دیگه حرکت بکنه، یا دیگه حالی باقی نمیمانه. کنعان قحطی است، چیزی پیدا نمیشه. خاندان یعقوب علیه السلام بسیار زیاد شده، نواسه و نبیره با آوردن و بردن ایج پوره نمیشه که یک بار غله ایجا بیاید. و اوجا یوسف علیه السلام در حکومت است، از او خاطر حرکت میکنه. فلما دخلوا علی یوسف، هرگاه که داخل شدن بالای یوسف علیه السلام، مفسرین بعضی نوشته میکنه 72 نفر بودن، بعضی میگه 92 مرد و زن بودن. داخل شد بالای یوسف علیه السلام، آوا الیه ابویه، جای داد به سوی خود پدر و مادری خود. این دو مطلب داره. در کدام مقام و تختی که یوسف علیه السلام می نشست، پدر و مادر آورد بالا نشان، خودش پایین نشست. حق پدر و مادر همینطور است که در هر جای بودی پدر و مادر جای بده، در سر مجلس جای بده، در سر کوچ جای بده، احترام بکن. یک. دو معنا آوا الیه، جای داد، در سینه خود در بغل گرفت. سالا با هم جدا بودن، از او خاطر در بغل گرفت، معانقه کرد. چه اوقات و صحنه های هیجانی باشه، محبت باشه، چقدر خوشی باشه که یعقوب علیه السلام با یوسف علیه السلام یک جای میشه. ابوای پدر و مادر، بعضی میگه که نه مادرش وفات کرده بود، خالش بود. دیگه نادرست است. ظاهر قرآن کریم ابوای گفته پدر و مادر هر دویش بوده. و قالت ادخلوا مصر، یوسف علیه السلام میگه داخل شوید مصر ان شاء الله آمنین. بعضی مفسرین میگه که ادخلوا به خاطر میگه که یوسف علیه السلام با پذیرایی آمده بود و قبل از اینکه در شهر داخل شوه امونجا یک جای جور کرده بود. ما شما میگیم برای تفریح و چای خوری که یک کمی دمروسی بکنه. یوسف علیه السلام بیرون بر آمده بود. بله، برای استقبال پدر و مادر آدمی کلان بالکل بر آمدن درست است. پیغمبر علیه السلام هم زمانی که از مکه هجرت میکرد، در مدینه منوره در چیز ثنیه الوداع که شعر میخوانه، در اونجا اهل مدینه بر آمده بودند در استقبال کی؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم. و حق داشت که اینمی قسم شخصیت استقبال بکنه. چرا؟ سبب نجات ابدیشان میشه. از او خاطر استقبال اینطور مردم ها درست است. اما ما ظالما را استقبال میکنیم و با ما را استقبال میکنیم. بدبختا اهل دین استقبال نمیکنه، اهل دین در زندانا میپرته. کسای استقبال میشه که و اولین دشمن اسلام است. خون مسلمان ها از چنگایشان میچکه. اما مردم ها قابل استقبال است. خود تأسف در اینجا است، بسیار زیاد تأسف در اینجا است که علما استقبال میکنه. سفیر و وزیری امی ظالما را. جناب عالم، تو قدر و قیمت به این اندازه احترام استاد هستی؟ چطور است؟
تو یک دفعه دمی فتوای خود رجوع بکن بی که چی کرده ای؟ دمی افغانستان ما همونطور کسا پیدا میشه علما با اینمی قدر ریش باز مردم اهمیت میده اوتور علما را. عجیب است او عالم است لاقل اگه دیگه چیز از پیش دستت نمیاد آرام خوب بشی که در روز قیامت اینطور نشه که همو صورتی تا الله متعال پیش کنه که جناب یا عالم چی را میخواندی و چی میکنی؟ قرآن چی گفته بود تو چی میکنی؟ قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین داخل شوید مصر اگر الله خواسته باشه شما به امن هستی. در این قدر نعمت ها یوسف علیه السلام فقط مسئله امن ذکر میکنه. مهمترین موضوع در زندگی انسان امن است. که امن نباشه عبادت الله را نمیتونی، که امن نباشه زندگی نمیتونی، راحت نداری، هیچ چیزی برابر نمیشه. امن مهم چیز است. و امن توسط چی میاد؟ اسباب امن. اسباب امن در کدام نظام است؟ غیر از اسلام در یک نظام دیگه اسباب امن وجود نداره. تمام احکام الهی اسباب امن است. نماز سبب امن است، روزه سبب امن است، زکات سبب امن است، حج سبب امن است. کلی از جا اسباب امن است. در یک نظام دیگه شما این اسباب دیده نمیتونه. بزرگترین سبب امن است که هر مسلمان این عقیده داره که در مقابل اعمال ما بازخواست میشه، پاداش برام داده میشه. هیچ کسی تو را اینجا بازخواست نکنه. نه، ذات الله هست که از تو سوال میکنه و تو را بازخواست میکنه. اینی پلیس امن است که در وجودی توست. تو را نمیگذاره گناه بکنی، تو را نمیگذاره سر حق کسی تجاوز بکنی، تو را نمیگذاره که تو کسی را آزار و اذیت بدی. اینی پلیس امن است فقط در اسلام است، در یک نظام دیگه وجود نداره. اگر کسی میگه که امن توسط ازیامه، من تعجب میکنم، تاسف میکنم به این لوی جرگه که یا باقی ماندن نیروی امریکایی را سبب امن افغانستان میدانه. بسیار بسیار دروغی کلان گفته، بسیار. خب افسوس است که قرآن نخواندن یا از قرآن معلومات نداره که بفهمه امن توسط چی میاد. امنت به نیروهای امریکا حواله میکنه که امن نمیاره. عجیب است. و رفع ابویه علی العرش، بالا کرد پدر و مادر خود بالای تخت. و خروا له سجدا، گردیدن افتادن برای یوسف علیه السلام سجدا، سجده کنان، یعنی سجده تعظیم یا سجده شکر، نه سجده عبادت. سجده عبادت در یک تاریخ هم به جز از الله به کسی دیگر جایز نشد. اما سجده تعظیم ای به غیر الله هم شده. الله متعال امر میکنه ملائکه سجده برای آدم علیه السلام بکنه. قول راجح هم است که اونجا سجده بود، اما سجده عبادت نه. در سجده عبادت عقیده است که طمع برای ثواب از او داری، خوف از عذابش داری، خدا عاجز میکنی برای از او، کمال انتهای تذلل و عاجزی را پیشش میکنی. این را سجده عبادت میگه و ای به جز از الله به کسی دیگر جایز نیست. اما سجده تعظیمی غیر از شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. در دیگه شریعت ها جایز بود، در شریعت رسول الله سجده تعظیمی هم حرام گشت. چرا؟ امت های سابقه اگر یک پیغمبر کدام تعلیماتی به امت ها داده بود، زمانی که یک کمی سستی یا ضعیفی در او تعلیمات پیدا میشد، مردم انحراف میگرفت، پیغمبر دیگر الله روان میکرد، اصلاحات می آورد او خلالا و نقصانایی که سابق آمده بود. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از او پیغمبر دیگر نیست. از او خاطر الله متعال اینطور انتظام را برای حفاظت شریعت رسول الله کرد که خود گناه نه، وسایل گناه سرش پابندی لگانده شد که وسیله گناه بعد انجام داده نشود. خلوت با یک زن در یک اتاق منع شد. اصل گناه خود زناست، لیکن این وسیلهش بود. در قبر طواف کردن منع شد. آره خود طواف کردن قبر چی نبود، لیکن چون که از او تعظیمی از او میشه، عظمتی از او پیدا میشه، از این منع شد. از او خاطر سجده تعظیمی، سجده را چی میکنه؟ انحنا. صحابی انس رضی الله عنه میگه به الله قسم کسی در چشم ما عظیمتر شخصیت به جز از کی نبود؟ رسول الله صلی الله علیه و لیکن وقتی که می آمد ما یک امام نمیخواستیم، استاده نمیشدیم. چرا؟ بگوی. به خاطر که ما میدانستیم که پیغمبر علیه السلام بد میدید. سوال میکنه، از پیغمبر علیه السلام سوال میکنه احدنا یلقا صدیقه و اخاه اینحنی له، یکی ما روبرو میشه با امرای دوست و برادری خود، آیا برش انحنا بکنه؟ پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ قال الله نه نکنه. انحنا درست نیست، سر خم کردن درست نیست.
پس عالی، این کدام شریعت است؟ و چطور ولی شده میتونه که خلاف دستورات رسول الله مردم به سجده خود دعوت میده؟ باز این طورام نه که پس روی دور بده پسکایی حرکت کنه. این ده کجاست؟ این چطور ولی شده میتواند؟ شما بگویید. ولی مخالف پیغمبر میباشه یا موافق پیغمبر؟ لیکن این آخو مخالف پیغمبر باز سجده را بری خود، باز علم غیب بری خود، باز قیومیت و تدبیر عالم بری خود ثابت میکنه. باز میگم ما در جنگ بدر رسول الله را نصرت کرده، شمشیر رسول الله بودم. ببینید همینطور مردمایی که عقیده داره امامای مساجد کابل است، نماز بری مردم میده، دین پیش مردم کابل نه مردم افغانستان همین بی اهمیت است که پرسان نکن، همین قدر بی اهمیت است که هیچ پرسان نکن. دین پیشان اهمیت نداره، نماز پیشان اهمیت نداره، عقیده پیشان اهمیت نداره. فقط یک بیگار از تیر شود، نماز بخونه بیگار از تیر شود. کسی پرسان نمیکنه امام چی عقیده داری؟ با قرآن و حدیث عقیده داری یا نه؟ یعنی به تصرف قبر عقیده داری؟ نه، عقیده را چی میکنه؟ در روز جمعه دعوت میده مردم. لیکن باز امام است. خب او ملت حجت سرتان تمام شده، او مردم به الله قسم به الله جواب میگی که کتاب الله براتان چی آواز میده و شما چی کارو میکنی؟ قال یا ابت هذا تاویل رویایا، یوسف علیه السلام میگه برای پدری خود، پدر جان، هذا تاویل رویایا، اینمی تعبیر خوابایم بود، من قبل پیش ازی که دیده بودم، قد جعلها ربی حقا، گردانیدمی خوابای مرا الله بالکل راست و درست. و قد احسن بی، بسیار احسان کرد الله متعال بالای ما، از اخرجنی من السجن، که مرا کشید از زندان. چقدر رعایت میکنه، لحاظ میکنه، حادثه دچا انداختنه به ذکر نمیکنه به خاطری که برادرها خجالت نشوه. چرا و خطای خود اعتراف کرد؟ عالی دیگه، باز یاد نکو. زندان یاد میکنه که از زندان برآمدیم، نمیگه که از چا برآمدیم. اولین احسان الله خویی بود که من از چا برآمدم. و قد احسن بی از اخرجنی، زیاد احسان کرد الله متعال بالای ما زمانی که مرا کشید من السجن، از بندی خانه، و جاء بكم من البدو، آورد شما را از بیابان، یعنی جایی که اونجا آذوقه خوراکی قدر زیاد نیست. از امو خاطر است شهر بهتر است، در شهر زندگی کردن، در شهر باقی ماندن. امی درسا در دیهاتا نیست. شکری الله را بکش. من بعد ان نزغ الشیطان، پس از اینکه انداخته بود شیطان، بینی در بین ما و بین اخوتی، در بین برادرای ما، برادر را ملامت نمیکنه، میگه شیطانی کار کرده بود، وسوسه کرده بود، اما برادر تابیداری وسوسه را کرده. ان ربی، یقینا پروردگاری، لطیف، بسیار احسان کننده است. کدام چه رقم؟ لطیف او الله را، او طور صفت الله است که بسیار به تدابیر باریک که بری تو در ظاهر معلوم نمیشه الله سر احسان میکنه، گمان تام نمیه. رفتن یوسف علیه السلام در مصر به کدام سیستم شده؟ چی تدابیری باریک است، که در پاچایی میرسه. از او خاطر صفت لطیف های ذکر میکنه. لطیف لما یشاء، خیلی الله احسان کننده، خیلی در حالت دقت و باریکی است برای کسی که الله بخواه. انه یقینا الله متعال هو العلیم، و همو میدانه رازا و مصلحت را انسان نمیدانه. در ظاهر یک چیز فکر میکنی، در باطن نمیشه همو قسم. کل کارا به الله ارتباط داره. الحکیم، و حکمت والاست، اینقدر حالات و تغییرات. از اول الله یوسف علیه السلام پادشاه مصر میکرد چی؟ لیکن نه، با مخلوق معلوم شود که اهلیت پادشاهی را کی داره. الله نبوت با کی میده؟ همون مردمایی که یقینا کوری امتحانات پشت سر خود میگذارد، آتشا پخته میشه، دعوت دین اعلان نمیکنه، هر نوع مشکلات به الله تسلیم است، به الله عاجزی میکنه، به کسی دیگری نه. یعقوب علیه السلام به کسی شکایت نکرد، هیاهوی نکرد، به الله. یوسف علیه السلام در هر معامله، معاذ الله، در معامله دعوت به زنا به الله پناه برد. این درس برای ما که ما همین قسم زندگی داریم، ما همین قسم به مشکلات مواجه بشیم، به کی پناه ببریم؟ به الله متعال. رب قد آتیتنی من الملک، پروردگار دعا میکنه یقینا تو دادی بر ما من الملک، از پادشاهی، یعنی انعامات ظاهری و باطنی را بر ما نصیب کردی. یکی از انعامات ظاهری چیست؟ من الملک، پادشاهی را. این انعام ظاهری است که در جملهش یک نعمت امیسته. و علمتنی، تو مرا تعلیم دادی، من تاویل الاحادیث. دو مطلب داره.
تعبیر خواباره که یا نعمت چیست؟ باطنی است. چرا که تعبیر خواب به شکل درستش یک نعمت است. دوم و علمتنی، تو تعلیم دادی مرا من تأویل الاحادیث، برای تفسیر دلایل توحید الله که چه قسم مردم قناعت داده بتانم، بیان کرده بتانم، مثل که در زندان به دو رفیق خود ارباب متفرقون خیرون بگوی ام الله الواحد القهار، دلیل قناعت بخش بیان کرده بود. فاطر السماوات والارض، از الله سوال میکنه، خطاب میکنه، ای پیدا کننده آسمان ها و الارض، از زمین، انت ولی فی الدنیا، تو متصرف کارسازی ما، فی الدنیا در دنیا بودی، والآخرت در آخرتم کارسازی ما توستی. توفنی مرا وفات بکو، یعنی ما از دنیا برم مسلمان در حالی که مکمل به نظام و به توحید تو تسلیم باشم. و الحقنی بالصالحین، مرا پیوست بساز به او مردمایی که واقعا صالح است. صالح کسی را گفته بود که حق الله و بندگان الله را مکمل کرده بود. این دعاست. بعضی میگه که یوسف علیه السلام، یک روایت از ابن عباس رضی الله عنه نقل میکنه که مرگ طلب کرده بود، لیکن نه، اینجا مرگ طلب کردن نیست، بلکه حالت آخری انسان در حالت خوب رفتن. این مهم است که در حالت آخری انسان بسیار خوب باشه. حالت آخری انسان اعتبار در ابتدای اعمال نیست. ابتدای اعمال یوسف علیه السلام چقدر حالتا خراب بود، اما انجام مهم است که انجام انسان خوب شود. انجام خاتمه انسان خوب شود، کامیابی و پیروزی است. الله خاتمه ما شما را خوب بکنه. و سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.